تا حالا شده ویدیوی خودت رو پلی کنی و بگی چرا صدای من اینجوریه؟ این که من نیستم. این اتفاق برای 99% آدم ها میفته و دلیلش نه عجیبه نه ترسناک، بلکه یکی از جالبترین حقه‌های مغزه. امروز میخوایم بریم ببینیم چرا تقریبا همه از صدای خودشون متنفرن. دلیل اول، مغز صدا تو از داخل جمجمه میشنوه نه از بیرون. وقتی حرف میزنی تو صداتو از 2 مسیر میشنوی. مسیر یک، صدای هوایی، همون چیزیه که بقیه میشنون. مسیر دو، صدای استخوانیه، لرزشی که از استخوانای سرت عبور میکنه به گوش داخلی میرسه. ترکیب این دوتا باعث میشه صدایی که تو میشنوی گرمتر، مطمئنتر و عمیقتر باشه. اما وقتی ویدیو رو پلی میکنی فقط صدای هوایی ضبط شده رو میشنوی، یعنی صدای واقعیت بدون اون حجم، گرمی که مغز عادت داره. دلیل دو، مغز سالها فقط صدای درونی تو رو پذیرفته. تو از بچگی فقط یه نسخه از صدای خودت رو شنیدی، همونی که از داخل سر میپیچه بیرون. پس مغز این فایل رو به عنوان نسخه اصلی و صحیح ذخیره کرده. وقتی نسخه ضبط شده رو میشنوی مغز میگه ای وای، این چیه؟ این که مال من نیست، مدل من نیست. مشکل صدا نیست، مشکل تطابق نداشتن با قالب ذهنی توه. دلیل شماره 3، شوک شناختیه. وقتی صدای ضبط شده‌ت رو میشنوی در واقع با یه نسخه از غریبه خودت روبرو میشی. ناخودآگاهت میگه این من نیستم، این صدای یکی دیگه است. این تضاد باعث حس عجیب، حتی کمی شرم میشه. این یک واکنش روانشناختیه، نه ضعف شخصیتی. شماره 4، ما خودمون رو از بیرون کمتر میشناسیم. تو چهرت رو فقط تو آینه دیدی، حرکاتت رو فقط تو فیلم ها، صدات رو فقط تو رکوردها شنیدی. مغز تو بیرونی رو کمتر از تو درونی میشناسه. برای همین هر نسخه خارجی از تو مثل صدا همیشه غریبه تر احساس میشه. 5، بیش از حد منتقد بودن نسبت به خودمون. وقتی صدای خودت رو میشنوی وارد حالت قضاوت شدید میشی. چرا اینقدر نازکه؟ چرا اینقدر سریع حرف میزنم؟ چرا اینقدر خشک حرف میزنم؟ اما وقتی صدای دیگران رو میشنوی فقط اطلاعات دریافت میکنی. وقتی صدای خودت رو میشنوی قضاوت هم بهش اضافه میکنی. این باعث میشه نسخه واقعی صدات رو دوست نداشته باشی. شماره 6، صدای ضبط شده احساس ما رو منتقل نمیکنه. وقتی حرف میزنیم ما همراه با صدا احساس، لرزش، تنفس و حس لحظه‌ای رو هم تجربه میکنیم. اما در نسخه ضبط شده فقط صدا میمونه، نه احساس حس میکنی، نه حال لحظه‌ای رو، و همین باعث میشه خیلی خشکتر، مصنوعی‌تر به نظر برسی. دلیل 7 و آخری، صدای واقعی ما کمتر پرستیژ ذهنی داره. ذهن ما یه نسخه ایدئال از خودمون میسازه. هرچی اعتماد به نفسمون پایین تر باشه این نسخه خیالی قوی‌تر و غیر واقعی‌تر میشه. وقتی صدای ضبط شده‌مون رو میشنویم این نسخه خیالی فرو میریزه و مغز ناراحت میشه. و در آخر اگه از صدای خودت بدت میاد بدون کاملا طبیعی و علمیه. تو بد صدا نیستی، فقط با صدای واقعیت غریبه ای. هرچی بیشتر ضبط کنی مغزت بیشتر عادت میکنه و کم کم میفهمی که صدای واقعی تو اصلا اونقدر هم که فکر میکنی بد نیست.